من از شهر پنجکن دهه ورزکنده هستم. نام شهرزاد نصرالبی فامیلیام. من روز 29 فوریه 2016 در همین ساعت 6:30 بود که در همین جا یک از درون عربه یک سمکه رو پیدا کردم. همخیلی تلشکه به سمکه سیاه موندگی بود. بعد من هم دیدم که درنش هم کشودگی بود. همینقدر یک بانچه پلیس سرخ هم نمایان بود. من دیدم که هیچ کم نیست، نگرفتم، هم روش پوشاندم، گرفتم هم در کیفم در بار کردم. بعد تلشکا را جمع کردم عربه را. خب بودن که بچه‌ای که گفتن حالا وقتت هست میتونی که پول گیری به وطن برگرد سفر کنی. شهرزاد نخواست که این کارو کنه، بلکه این پولی افته من حرام است گفت من باید به صاحبش برگردونم. خب بودن بچه‌ها گفتن که خب برگردون پول رو، بعضی بود برنگردون گفت. شنیدگی بودم که ما همخیشمون چیزی یافتگی گرفتنشان این هم حرام است. اکنون تا 3 روز نگاه کنی، اگر که نامد بعد میتوانی که این پول رو خیر کنی، یگان با صغیر خانه می، یگان کمبغل می، بیمار می، همخیل باید که خیر کردن در کار. یافتنی 500,000 کار کردن برای 500,000 کار میکنن که 1 سال 2 سال زحمت کشیدن ممکن در این پول 500,000 رو. یکونیم 2 ساعت گذشت، بعد آمد صاحب پول آمدن، بعد گرفتن و با من تشکری بسیاری کردن. زن و شوهر بودن، با من 5,000 روسیه دراز کرد. خودی مردک من نگرفتم، باز زن و شوهر کرد که گیر گفته چی کرد. من گفتم شما راضی هستید به همین پول؟ بعد گفت که بله البته ما راضی هستیم. در پشت نگاه همین خیلی کرده. من در همه جا از این رو تاجیکی بینم حرمت میکنم. گفته همین خیلی چی کرد. من بود 5,000 سوم دیگر داد. اخیران و زنش به من دراز کرد. من گفتم نه نمیگیرم، در کیسه هم تخیل کرد. بعد 10,000 سوم داد که من این پول رو گرفتم، با تاجیکستان روان کردم. حالا چکش است در کیسه هم. با پدر و مادر روان کردم که اونها با تاجیکستان نصیب باشه پگاه روز جمعه خدایی کنن. همه عزیزتان همکاری ما هستن. شهرزاد این کس همکار ما 2 سال کار میکنه. دوستی الان پول یافت گردانده دوست شد بچه چی کنیم یافتگی برو میتونم گردانده. خیلی من خودم 3 سال در مسکو کار میکنم. هم اومدگی شهرزاد تمش نوسم. خیلی مردک پول یافت چند و یافت برگردوندگی خمام یافتگیم برگردوندگی سومکم یافتگیم برگردوندگی تلفن یافتگیم برگردوندگی. خیلی شهرزاد کار خوب کردگی که همون صاحبش هم خرسان شده رحمتش هم گفت. ما خرسان دکیم تاجیکستان بالا ورداشتن. خیلی رحمت با پدر و مادرش که همون کار کرده. من 30,000 روبلی میگیرم ماش یک ماه بعد. هر ماه 20,000 تازه روی میکنم خانه. 4,000 پتن میسپرم و 3.5 تا دیگر کوارتیر میتیم. باقی موندهش رو خوردم. من فکر میکنم هر آدمیزاد به خداوند یک ممکن که یا اون سنجش باشه. این هم یک امتحان است گویا که نه هر کس میتونه که این خیلی پولی کلان رو گیره سپارد. پروردگار میسنجد که همین بنده من همین پول راتی هم همین میگیرد یا نمیگیرد. هر خیلی
گپ میزنن همسایه ها آوای کردن که شهرزاد برای چی این پول آوای کردی، با طور شوخی میگن می اومدی 6 سال میخوردی یک حیات ماشین میگرفتی خونه میگرفتی ولی ما گفتم نکنید چون همه شمخه و یک سنجش هست میگذارم.